صف ورود هستیم. Ja, viel machen, es wird besser machen. خب بالاخره رسیدیم ما و وای پشت تو ببین آخه من چه کنم از دست اینه شما پرس نیستی یا برای اون بر خب سمت چپ من تمام پرچه ها قراره پارک کنم حالا بازم میان و پارک کردن سمت راست هم ماشین پردنده هستن بقیه ماشین هم و همه جور ماشین هست همه جور ماشین هست فراری، مکلارن، لامبورگینی، پورش خیلی بیشتره زیاد اومده بعد اسپایدر که مثلا میمیرم براش مثلا این رنگی ادوانا پینتو سمپلو خوش رنگه دو سیالده توربو ولی نیست خدا وکیل این همه پورشه رو یه جا نمیبینیم تاچ معلومه قطعا نباید تاچ کنیم این جی تی چی بود؟ جی تی 3 مارتینی جلو اسپایدر هست درستش همینه اصلا باید کثیف بیای وای اسپایدر من ای وای همین اسپایدر نداره بخواه بریم اونور مکلارن هم نشون بدیم بچه ها بیان که لامبورگینی نشون بدم اینقدر بهم گفتید کامنت دادید که چرا لامبورگینی نیست نمیذارید این هم لامبورگینی رنگ تو رو خدا نگاه پرپله بیا که از آقای فیلم بردار دوباره تشریف از داخل یه لحظه بیا دستتو بگیر کنار اون هود که فنه ببینید چقدر بزرگه دست من در برابرش هیچه مکلارن هم اونجاست یه مکلارن هم ببینید این دیگه این 720 اس یه مدل باز کردنش رو جای دستش نشون میده قشنگ اینطوری بابا خوشش همش میاد آقای با تشکر از همکاری بسیار جذاب و سه تا اگزوز داره دو تا چه جوره یه دونه چه جوره سه تا اگزوز داره دو تاش یه مدلیه یکیش یه مدل دیگه خیلی خوش رنگه چقدر خوش رنگ اوه مای گاد از اون بر برگردیم فعلا این پورشه ها و اون بر مکلارن هست و ماشین های خفن‌تر دیگه اینجا کلن
مسیر پرش است. اینم یه GT3 RS دیگه. عجب رنگی داره. ببین میریم جلو بالش رو ببینید. من خیلی رنگ پرشه رو دوست دارم، هم رو قدیمیش میشینه هم روی مدل‌های جدیدش. این استایل بهش میگن مارتینی. دوباره یه GT3 RS دیگه. اینجا محصولاتشون هم میتونن بفروشن. تایکان جی تیه، توربو جی تی، کاملا برقیه، سریع ترین ماشین برقی حال حاضره. البته باید بگی دیگه نوربورگرین مثلا چیزا، بعد پشتش هم صندلی نداره، کاملا یه کربن تور توشه، یعنی صندلی کلا نمیتونی بگیری اگه ورژن وایسخشو بگیری. اگه نگاه کنی داره اینجا رو چیزش روی بالش زده وایسخشو بگیری صندلی پشت نداره دیگه. ولی ورژن وایسخ نورمالش هست که صندلی. صفر تا صدش هم 2 3 2 5 فکر کنم. 2 5 زیر 3 هرچیه. آسون. اسپایدر آرس سفید. اسپایدر آرس. وای. خوشگله. اینی که باشه من میبینی GT3 کاپ کاره با بقیه پورشه با بقیه GT3 RS فرق داره. خب مشخصه لاستیکش اسلیکه و جای بنزینش بالاه و خود جلوش فرق داره، بالش فرق داره دیگه پهلو دیگه پنجره نداره، بنزینش هم جاش بالاه. با این ماشین کلا نمیتونی تو خیابون بیای، فقط مخصوص استریت پایپ. بعد یه سری پورشه‌های خاصم اونوره که نمیدونیم چی هن کلا. هایپر لایت اپتیکس. GT3 اینجا محوطه داخلشه و بتمن اینجا پارکه و فراری اگزوزاشه بکنم دست سازه کلا. آره خیلی خوشگله. اینم که حس لابی گرند توریسمو رو بهت میده کلا. خیلی خوش است بکر. خیلی خوشرنگه. داخلش که اصلا کربن، اینم که کاملا کربونه بیرونش اصلا دیگه نیاز به توضیحی نداره، ولی این دستسازه. گفتش رادیکال. چی میگی واسه خودت؟ دارم میگم میکشون سالی این BMW چه مخصوص Es looks so type shit. Thank you. It was a nice show. Die anderen sind so. Ja, aber langsam wird die auch das. Our car?
بله. این چیه؟ هدیه رفت تو فکر. من نمیرم تو اول پلاک رو نگاه میکنم ببینم آیا میبینم یا نه ولی بچه سخت یه 488 آره فکرم 488 لامبورگینی اومد اینجا. اینم که داکار این مدل داکار پورشه است. میبینی هم بالاتره اینا برای آفرود خیلی خوبن. لاستیکاش فرق داره برای برف و کوه و صحرا میرن. ایشون هست. واقعا از نزدیک یه چیز دیگه بتمنی به من میگن بتمنی دل نمیدم سرسری درشم باز خب اینجا هم جمع همه آبی ها جمع آبی نارنجی پورشه جی تی تی آرس داریم بنفش فورد جی تی هوراکان استیو موستنگ باکستره جی تی تی آرس دوباره لوتوس و اسپایدر بند خالیه آرس داریم و دو تا دیگه جی تی تی آرس داریم این نمیدونم فرمول چنده ولی خوب فرمولی هرچی ولی لاستیکا اسلیک آفرین یا کن اجمج نداره کلا لاستیک اسلیکه کلا آسفالت یه دو رول بهش چرخیده شده بیشتر من ماشینمو پیدا کردم. This is a Supra? Yeah, it's Supra. Oh God. Turbo. میخواد لباسش عوض کنه ولی کجا؟ ویو پشت رو ببینید بچه ها آخه چقدر خوشگلن. یکی دیگرم داره خب بچه ها آماده او فراری روشن شد بچه ها فراری ما در حال فلای پخش کردنی برای اپمون درایو بله
اینم خوش رنگه بچه. داشتم گفتم ما در حال فراری پخش کردنیم و اسم اپم رایو درایوه. کسایی که تو اروپا هستن با گروه دوست دارن برن بیرون، همدیگر گم نکنن یا اینکه اصلا نویگیشن خیلی اسموتی داشته باشن، میتونن رایو درایو داشته باشن. نصب کنید. فعلا برای iOS و حدود 3-4 ماه دیگه هم برای اندرویدش میاد بیرون. موقعی ما اومدیم بیرون سوئیس و بارونش. البته فکر کنم الان بعد بیاد چون اونور هوا بازه. آره تگرگ که نه، ما چی میگیم؟ ما شمالی ها میگیم رد میشه میرون رد. های سوئیس مقال یارم بره. خانم هدیه جیتی جانم. واتس اپ. آره سوختم. آره منظره خوبه. از ساعت چند؟ 5:30 زدیم تو دل جاده سوئیس. منظره که عالیه. دیدی که الان فقط ابر خیلی بدی داره میاد. آره یه ابر داره میاد، این آفتابشونه، اونم ابر است. اونجا باید کوه باشه الان ولی اینا ابره. و صدا رعد و برق هم داره میاد. بچه هم اونجا پارکه. تا اون بالا رفتیم خونه مردم. بعد اون پایینم کمپه، یه جایی انگشت من کنم اینجا. یه جایی برای کمپ کردن، میتونی بری کمپ کنی. این دوستمون که اینجا کمپ کرده یه خورده وضعیت میتونه خطرناک باشه چون بارون بیاد. اون چادری که من میبینم جوابگونی، میدونی اینجوری حرفی سخنی نه. بریم هتل و یه هتل هم ببینید، یه جای خیلی خاص خیلی جالبه. پشت پیرانه بگی. پشت پیرانه میگی باسید اتومات بازار. هرچند که ایشون اتومات نیستن، پیدیکیه برق فکوله. خیلی فرق داره. بله برای من منوال گرفتم. خیلی منوال دوست دارم. ما چون سرعت دوست داریم پیدیکی خوبه. پیدیکی برای پیست خوبه. دیگه تو بیای دنده عوض کنیم ما رفتیم داداش. اصلا رانندگی برام دنده عوض کردن. آره برای کوه و خیابون و اینا. آره برای پیست نه. برام اینو من دیدم داشت میومد بالا خیلی از اون. آره پیچ پایینی با زور. ولی این خوبه. الان یه دونه کامیون راست اون رو می‌بینی. قشنگ یه 6 سال طول کشید بشه سوم بالا. ولی خیلی آرامش داره. آره برلین برلین باید بکنیم بزنیم بیرون. ساعت 9:20 است. ما بالاخره رسیدیم هتلمون فرانکفورت. یعنی داخل فرانکفورت نیست، بیرون فرانکفورت بی ماین. و نکته جالب که اینجا هستش، اینجا آسانسوره، کارتو تاچ میکنی و ماشین مستقیم میره توی تراس هتل. یعنی ماشین میاد تو اتاقت و کاملا ایده جالب. انا سوهل اومد اینجا. بعد اینجا زده باید وایسیم، بعد میاد پایین ردی میشه و بعد ما رو پیکاپ میکنه مستقیم اتاق. الان باز شد، چراغ سبز نشون میده داخل، یعنی میتونی بری داخل. و وقتی هم که میری تو اتوماتیکلی خودش در بسته میشه و میبرد مستقیما به اتاقت و اینطوری میای توی تراس اتاقت. خیلی هم عالی.
اینم جذاب‌ترین بخش هتل که با آسانسور ماشین میاد توی اتاق. پنجره رو باز کنید داخل. چه خونه که؟ داخلم خونه که پرده ها رو میتونی بکشی که پسر جان رو مشاهده کنی. خیلی هم تمیزه هتله اتاقش. یه خوب میاد. اینجا خونه بچه رو میبینی؟ خیلی قشنگه. تخت اینجا وقتی از خواب بیدار میشی ماشین تو ببینی. و رسیدیم فرانکفورت. فردا از فرانکفورت میریم به سمت برلین. البته باید صبحونه بخوریم بریم. هتل نیستم صبحونه میزنیم و بعد میریم به سمت برلین. اینم از سفر ما. امیدوارم که یه برده باشیم، کیف کرده باشیم، حالش رو برده باشیم و تا ویدیوهای بعد جوز!